موشک قیام یک به حمدالله تست شد. شلیک موشک قیام یک، شمارش معکوس 5 4 3 2 1. موشک قیام یک موشک در کلاس جدید با سوخت مایع زمین به زمین و با ویژگی‌ها و قابلیت‌های عملیاتی است که به این ترتیب که عرض می‌کنم. اولا افزایش دقت اون، کاهش احتمال اصابت پذیری اون در مسیر پروازی است که یک توانمندی خوبی به این موشک میده. سرعت عملیاتی و مانورپذیری اون هم از دیگر قابلیت‌های این موشک است. این موشک این ویژگی‌های فنی رو هم به این ترتیب که عرض می‌کنم داره. یکی نبودن بالک‌های بیرونی است که این بالک‌های بیرونی اولین باری که اتفاق میفته که قدرت به کارگیری این موشک رو در شرایط و حالات مختلف ایجاد میکنه. سیستم هدایت و کنترل و ناوبری اون هست که هوشمندپذیری رو در مسیر پرواز ایجاد میکنه و به نوبه خودش موجب افزایش دقت میشه. به همین ترتیب بحث افزایش قدرت موتور هست.